در شهر استقلال یگان حالت سرایت‌یابی به ویروس کووید-19 به قید گرفته نشده است. وابسته به پیشگیری این بیماری دور دوم واکسیناسیون علیه کرونا ویروس در شهر استقلال از 1 آگوست سال جاری آغاز می‌گردد. در دور اولین واکسیناسیون تنها 98% ساحه تندرستی اعلام کرده شدند. این شهر از واکسن شرکت استرازنیکا استفاده برده است. این و دیگر مسائل در نشست مطبوعاتی شهر استقلال بررسی گردیدند. Медицинские службы работают каждый день постоянно. Мы подводно уже около 9 тысяч раз, если в совокупности мы посчитать, посетили домохозяйств, примерно 99% охвата. И каждый день вечером в 5 часов у председателя города или первого заместителя куратора сферы здравоохранения идет совещание, мы определяем для себя задачи, которые предстоят на следующий день выполнить. Я думаю, что вот на сегодняшний день ситуация такая. 6 только сезонных пневмоний, но это каждый год не фиксируется. Ни одного подтвержденного факта COVID-19 у нас нет. به مقامات شهر استقلال 638 عدد مراجعات شهروندان وارد گردیده است که وابسته به مسائل بحث منزل، کمک مادی و غیره ها. در سال 2021 84,000 سامانی کمک پولی برای شخصان کمبزاعت به نقشه گرفته شده است که 50% آن پورا گردید، یعنی 42,000 سامانی در 6 ماه آخر به شخصان کمبزاعت جدا کرده شد. هر نفری که مراجعه کرده است خودمون پیشگیری کرده است که اگر باید کمبزاعت باشد اقامت معمول نیست، ما خود در فوند ذخیره رئیس شهر داریم. یگان ادعای نیستی همین کاتگوری مردم از حساب منس ساختمان‌های از حساب خود مخدوم اجرایی و از حساب وکیلی مردمی که من هر بار باید سپارش میدیم وکیلای مردمی که حتما در حدود حوزه‌ای که از اینجا وکیل انتخاب شده رفته یارمندی می‌کنه رسیدگی می‌کنه مراجعات شخص حرکت می‌کنه که به اهمیت داشته به یارمندی مملکت عابد و ساکن ناحیه باباجان غفورов است، اما حالا در خوابگاه شهر استقلال زندگی می‌کند. او کمبزاعت است. به مقامات شهر 6 مرتبه برای تامین کردن با جای کاری مراجعت کرده است. از طرف مقامات این شهر چند مرتبه کمک پولی سپرده شد. از یانوار سال 2020 تا اینجا 6 مرتبه مراجعت کرده است. به همین مراجعتش جواب خطی به او دسترس کرده شده است. به هر یک مراجعتش به او کمک مادی یاد شده است. در عرفه عید سید قربان مقامات شهر استقلال تصمیم گرفتند که به عیادت شخصان کمبزاعت روند. اینشون باز یک میدانچه کودکان را افتتاح نمودند. گزارش مهرانگیز عبداحد و نسیم رحیمov برای برنامه اطلاعاتی خبر.